در ناحیه وسط در سمت استفاده‌بری ثمرناک آب و زمین‌های کارم از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان گروه‌های کاری تشکیل گردیده در دهات با استفاده برندگان زمین‌ها، راهبران و اعضایان خواجگی‌های دهقانی واخوری و صحبت‌های سودمند دایر می‌نمایند. این گروه ترغیباتی در جماعت دهات توگرک در دهه اتفاق با حالت استفاده بری زمین‌ها شناس گردیدند. معین گردید که در حدود این دهه 20 خواجگی دهقانی فعالیت نموده از جانب ساکنان استفاده بری زمین‌ها درست براه مانده شده است. دهقانان این دهه در برابر کشت محصولات‌های کشاورزی گل‌های آرایشی پرورش می‌نمایند. در دهه اتفاق ساکنان از زمین‌های پرزیدنتی ثمرناک استفاده کرده آنها گفتند که 2 وسع حاصل به دست می‌آورند. در ملاقات با کشاورزان تاکید کرده شد که هر یک عائله باید زمین‌های نزد حولگی را ثمرناک استفاده نموده در فراوانی محصولات استحصالی خودی سهم ارزنده گذارند. همین گونه چاره‌بینی‌ها در دیگر جماعت‌های دهات به راه مانده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.